بسیجی‌ها برای قیقاج رفتن حتما لازم نیست که موتور داشته باشن. بعضیاشون مثل این دهنگشاد یه جمله میخواد بگه 100 بار به در و دیوار میکوبه. این هم از دعوتنامه بسیجی دهنگشاد برای بازگشت به زیر قبای ولایت. ولی با غیرتی که در او بود به ایران بازگشت و ملت ایران او را در آغوش گرفت و امیدوارم بازیگران، کارگردانان، نویسندگان، خبرنگاران و فعالین سیاسی که ناآگاهانه از کشور خارج شده‌اند به جمهوری اسلامی ایران بازگردانند و این را بدانند مهدی هاشمی سر آغاز یک نوین آزاد برای جمهوری اسلامی ایران بود. اما هر وقت صحبت آخوندهای حکومتی میشه پای شیکم و لقمه‌های چرب و چیلی هم به میون میاد. این شما و این آیت الله چهارمعده با یه خاطره اشتهاکور کن. من یک شب در مشهد مقدس افطاری دعوت داشتم. یه آقایی هم پلودست من نشسته بود، آدمی لاغرندام، زرد، متن چشمش زرد، اصلا یک وقت همچی که مؤذن گفت الله اکبر، این باید یه مقدار آب جوش چیزی ابدا. دست دراز کرد، دیس و برداشت گذاشت جلوش، یک خورش از این بر یک خورش از این بر، دستم زد بالا به عزت شرف لا اله الا الله، افتاد به جونش خورد. این دیگه میخواست دوغو بخوره، نریخت توی لیوان، خود اون تنگو بارداشت رفت بالا. منم شوخی کردم، گفتم اگر آقا تشنه شد اون سر شلنگو به دهان آقا بذاریم. واقعا بدبخت، زد، مردنی، لاغر، اما نمیدونم این معده بود یا آبنبار سیداسمایی، همینجور میخورد. اینم یه اختراع آخوند پسند برای طلبه هایی که ریششون هم نوندونیشونه هم جانونیشونه. Got my chopsticks, got my ramen, I need something else. What did I put in it? Haha, sriracha sauce. Yeah. یکی از کسایی که علاوه بر 3 دهلیز معده‌اش قلب و کبد و لوزالمعده‌اش رو هم پر از غذا میکنه، این یارو قرائتیه که تو بحثای غذایی ید طولایی داره. فیلمبردارا و عکاسا تق 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 تق. گفت چه خبر شد؟ گفتن تو عمالی، از شرق اومدی، وحشی هستی، قاشق و چنگال، چرا با دست میخوری؟ با دست خوردن خیلی عمالیه، ارتجاع، عقبگرده. اتفاقا من چون طرفدار بهداشت هستم با دست خوردم، چون دستمو خودم دیدم چه جور شستم. این قاشقا رو نمیدونم شما با کاغذ پاک میکنید، با پارچه پاک میکنید، درست میشورید نمیشورید. یک. دوم دست من تا حالا تو حلق کسی نرفته. این قاشقا هر چند دقیقه تو حلق هر کس و ناکسیه. نمیدونم 10 دقیقه پیش قاشق تو حلق کی رفته. سوم تو قاشق اگه چیزی باشه آدم نمیفهمد. با دست که میرم لقمه بگیرم ممکنه با دستم هم یه گزینشی بکنم. اگر سیخی میخی نمیدونم شنی استخونی چیزی باشه. شیوه عملی غذا خوردنی که این آخوند دلقک پیشنهاد میکنه بلا نسبت این کوچولو یه چیزی تو این مایه هاست. I'm recording this. یکی از مصیبت‌های نظام ولایت تو سال گذشته داستان پخش یه سریال علیه هموطنای بختیاری و بعدم گور گرفتن قیام بختیاریا بود. قیامی که زرقامی رو وادار کرد
که سبک جدیدی از شکرخوری رو به نمایش بذاره. این جوخای علی مردان خان است. البته سوتیای تیویریش اونم تو بحبوحه زهرخوری به جایی رسیده که صدای خود پاسدارای دو نبش نظام رو هم در آورده. میله های مرزی که بر می‌دارند، ارشاد، صدا و سیما فلان اینا بر می‌دارند و بعد تو شبی همین ساعت تا 3 داشتم کار میکردم و مطلبی نوشتم اینا، دیدم که بارون گل نثار جون. آقا تو مال این خاک بر سرم کنن که من 40 سال پیش درک کردم اون چرندیات و خزعبلاتو، هنوز این هارد دیلیت نشده. این چی داره میگه؟ این کجا بود؟ میگه 2 نصف شب دیگه که سیستم غذایی که خوابه، زرقامی هم که نیستش اینا. این کجا داره میبره ما رو؟ چیکار داره میکنه با ما؟ این میله ها رو وقتی برمیداری خودیا میرن اون طرف. تیویریشی که شب و روز درگیر بزک دوزک کردن فیس چکش خورده نظامه، واضحه که فرق دوتا از مشهورترین چهره‌های سال گذشته رو تشخیص نمیده و سوتی میده در حد بوندسلیگا. افشاگر شنود اطلاعاتی در آمریکا به جاسوسی متهم شد. روزنامه واشنگتن پست نوشت مقامات آمریکایی علیه ادوارد اسنودن اتهام جاسوسی اقامه کرده و از هنگ کنگ خواستند وی را بازداشت کند. اسنودن به جاسوسی، سرقت و سوء استفاده جنایی از اموال دولتی متهم شده است. اسنودن 29 ساله به هنگ کنگ گریخت و جزئیات برنامه‌های اطلاعاتی مخفی آمریکا را برای رسانه‌های بین‌المللی فاش ساخت. بعدم به جای گزارش هواشناسی، گزارش دمای جسم ناقص سیدعلی در 24 ساعت گذشته رو پخش میکنه. و البته همزمان هواشناسی داشت دمای هوای شهرستان‌ها رو نشون میداد. به عددا و ترتیبشون نگاه کنید. 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 میرسه به یزد با 66 درجه. ملت باید الان پخته باشن که. در پایان سری میزنیم به بالیوود و رقابت فشرده بین 2 فیلم هندی برای تصاحب جام خالی بندان. رکورد زدی راج کاپور.
اگه اهل قصه نیستی ای که شادی